اینجا بی‌نقابه، جایی که قرار نیست خوب به نظر برسیم، فقط قراره واقعی باشیم. عمر گذشته روزای رفته خریداریم، قلبای پاره دل شکسته خریداریم، همه درهای بسته رو امید رفته رو. درود به همه دوستان، امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به قسمت دوم پادکست بی‌نقاب از فصل اول. من یاری هستم و بنا ندارم در این پادکست کتابخوانی داشته باشم، اما همونطور که در قسمت اول هم گفتم، کتابی رو که خوندم و بسیار روی من اثرگذار بود رو دوست داشتم با شما به اشتراک بگذارم. طبیعتاً قسمت‌هایی از کتاب، برش‌هایی از کتاب رو هم براتون میخونم و همینطوری با هم گپ و گفت میکنیم و از تجربه شخصی خودم میگم، به خاطر اینکه واقعاً وقتی که این کتاب رو میخونیم میبینیم که چقدر میشه آدم تمام این نوشته ها رو در خودش و در زندگیش پیدا بکنه. کتابی که برای این فصل اول پادکست بی‌نقاب انتخاب کردم کتابی هست تحت عنوان در باب تربیت احساسات، نوشته آلن دو باتن، که در قسمت اول پادکست براتون من قسمت پیش درآمد این کتاب رو خوندم و راجبش یه مقداری صحبت کردم که شامل در واقع تعاریفی بود تحت عنوانهایی مثل آموزش، هوش هیجانی، خودیاری، خودتحولی، هنر، مسائل جهان اول، کامل نبودن و در نهایت جنون معقول، که با جنون معقول تموم کردیم. که من این تعاریف رو براتون خوندم چون شاید در ادامه از این اصطلاحات دوباره استفاده بشه و لازم باشه که شما بدونید چی هست. دوستان و عزیزانی که فرصت نداشتن قسمت اول رو گوش کنن میتونن مراجعه بکنن و با این اصطلاحات حتما آشنا بشن. اما همونطور که در اپیزود 1 هم گفتم، این کتاب شامل 5 بخش هست: خود، دیگران، روابط، کار، فرهنگ، که من در اپیزود قبل پیش درآمد این کتاب رو واردش شدم. امروز میخوام وارد قسمت خود بشم. در قسمت خود که خیلی مهم هم هست، اولین نکته رو که بیان میکنه بیگانگی هایی با خود هست و میاد راجع به دشواری خودشناسی صحبت میکنه. یعنی میگه که یکی از دشوارترین مسائل شناخت محتوای غریب ذهن خودمون هست. ما به ظاهر صاحبان بیچون و چرای جمجمه های خیشتنیم، اما با بیشتر آنچه در ذهنمون میگذره سخت بیگانه ایم. چه بسا آشنایی دور در گفتگویی به کوتاهی چند لحظه احوال درون ما را چنان نیک دریابد که خود در گذر سالها به چنین فراستی در شناخت خیش دست نیافته باشیم. ما اغلب آخرین نفری هستیم که از شر درون خود آگاه میشویم. این ماجرا بسیار بسیار مهم هست و من همیشه به عزیزان و دوستان و مراجعینی هم که پیش من میان همیشه میگم اولین نکته در زندگی ما این هستش که خوبه که ما بدونیم ما کی هستیم، چی هستیم، چی میخوایم از این زندگی، چی دوست داریم، ما نقاط ضعفمون کجاست، ما نقاط قوتمون کجاست و به قول اصطلاح این روزها ما با خودمون چندیم. و وقتی که به این نقطه نرسیمه که کماکان درگیریم، هم با خودمون هم با دیگران. برای همین بخش اصلی کتاب با قسمت خود شروع میشه و بعد همون اول هم توضیح میده بیگانگی هایی که ما با خودمون داریم. این خیلی جالبه و من میخوام یه چیزی بهتون بگم که این بیگانگی با خود رو چجوری و کی کشف کردم و تجربهش کردم. من زمانی که در واقع تصمیم گرفتیم که با همراه همسرم که بچه دار بشیم، خیلی برای من مهم بود این مسئله که من تربیت بچه برام خیلی مهمه و من خیلی
باید با یک اصول و قاعده و قانونی بچه‌مو تربیت بکنم. و این واقعا یکی از دغدغه های فکری من بود که اصلا به خاطرش بچه دار نمی شدیم. واقعا من مخالف بودم و بچه دار نمی شدیم، تا اینکه دوست عزیزی دارم که امیدوارم اگر صدای منو میشنون خودشون میدونن که بسیار بسیار بهشون مدیون هستم و بسیار از ایشون یاد گرفتم و شاید که مسیر زندگی من رو ایشون حتی تغییر دادن و من مدیون ایشون هستم. یک روز به من گفتن که شما چرا اینقدر حالا نگران این موضوع هستی؟ من تو رو معرفی میکنم به کسی، به استادی که تربیت کودک رو به شما آموزش میده و شما میتونید خیلی چیزا رو یاد بگیرید و در نهایت اینا رو به اجرا بگذارید و قطعاً وقتی که شما روی یک اصول و قوانینی فرزندتون رو تربیت میکنین دیگه این مشکل بر نخواهد اومد برای شما. و منم قبول کردم و وارد این دوره ها شدم. وقتی وارد این دوره ها شدم دقیقاً برخورد کردم با همین بیگانگی های با خود. یعنی در نهایت متوجه شدم اگر کسی میخواهد فرزندی درست تربیت بکند اول باید خودش درست باشه، اول باید خودش رو اصلاح بکنه. اتفاقی که متاسفانه در خیلی از موارد ما در مورد پدر مادرها نمیبینیم. حالا بعضیا ناآگاهانه است، اطلاعی ندارن، بعضیا هم آگاهانه است، قبول ندارن. اما مسئله اینجا بود که من در طول این دوره هرچی که رفتم جلوتر و هرچی که یاد گرفتم چه چیزی باید آموزش بدم به فرزندم، در واقع دیدم من باید چه چیزهایی به خودم یاد بدم، چه چیزهایی رو در خودم تغییر بدم، چه چیزهایی رو در خودم اصلاح کنم، چه چیزهایی در همسر من باید اصلاح بشه، چه روابطی باید بین ما باشه که ما به عنوان آینه جلوی فرزندمون، اون فرزند در آینده چه چیزی رو در آینه میبینه و چه چیزی رو دریافت میکنه. زمانی که امروز که دارم الان با شما صحبت میکنم دختر من 11 سالشه و میتونم بهتون بگم تقریبا 12 سال از اون سالها داره میگذره و من کماکان با همون استاد عزیزی که خیلی هم به ایشون هم مدیونم در ارتباط هستم. و وقتی که این کتاب رو خوندم این بیگانگی با خود رو من بهش فکر کردم که من چند سال پیش 12-13 سال پیش دوچار این بیگانگی با خود شدم. و خیلی جالبه که بدونید وقتی شما خودتون رو میشناسید و با خودتون میفهمید که چندین خیلی اتفاقاتی میفته عجیب و غریب. خیلی اصلا از شما دوری میکنن، خیلی مخالف تصمیم های شما میشن. چرا که ما عادت کردیم که یکی دیگه برای ما تصمیم بگیره، یکی دیگه بگه این خوبه این بده، اجازه پرواز به ما ندن. حتی ما اگر بریم و اشتباه کنیم قضاوتمون میکنن، دیدی گفتم نمیتونی، دیدی گفتم نمیشه، گوش به حرف نمیدین و قصه های مختلف که من شخصا خیلی باش مواجه شدم و شاید هنوزم در خیلی از موارد باش مواجه هستم. اما اون چیزی که برام مهمه و بعد از خوندن این کتاب خیلی هم بیشتر و بیشتر شاید بهتون بگم که خوشم اومد از خودم، اینه که این بیگانگی با خود رو دیگه ندارم. من میدونم که خودم میدونم چی میخوام، چی دوست دارم، چی کار قراره بکنم. ممکن است دست روزگار و اتفاقات و شرایط باعث بشه که نشه یه سری از کارا رو کرد یا اون کارهایی که من دلم میخواد انجام بدم به تعویق بیفته. اما همین که خودم با خودم دیگه بیگانه نیستم برام بسیار جذاب و مهمه. و بعد در ادامه میاد حالا در جایی میگه که غفلت از خود بهای سنگینی به ما تحمیل میکند. احساسات و امیال کاویده نشده به بقای خود ادامه میدهند و نیروی خود را در جای جای زندگی ما رها میکنند. بهش فکر کنید که وقتی ما خودمون رو نمیشناسیم چه اتفاقی میفته. میگه آن بلند پروازی که نادیده انگاشته ایم به حمله شدید هراس و ترس بدل می شود و باز می گردد. حسادت با قیافه مبدل کج خلقی ظاهر می شود.
غم و اندوه نقاب افسردگی به چهره میزند. هر آنچه انکار و نفی شده است بدن را ضعیف و بیمار میکند. در کتابی تحت عنوان بدن صحبت میکنن، فکر کنم، حالا ولش کنین، این اسم کتاب رو ولش کنین، اسم کتاب یادم رفته. اونجا هم همینو داره میگه راجع به این که چقدر ذهن میتونه روی بدن، وقتی بدن صحبت میکند یا وقتی بدن سخن میگوید، فکر میکنم اونجا هم این توضیح رو میده. و جالبه که میگه که وقتی بدن ضعیف میشه، خب طبیعتاً توی وضعیت ضعف ما اون علائم وخیم و مهلک از راه میرسن توی بدن ما، مثل پرش‌های عصبی عضلانی، ناتوانی جنسی، وسواس، غم‌های توجیه ناپذیر، وقتی بدن سخن میگوید. این اسم کتاب. و بعد در ادامه میاد میگه که منطقی است که سقراط تمامی خرد فلسفه را در حکمی ساده خلاصه میکند: خودت را بشناس. ما چقدر خودمون رو میشناسیم؟ من فکر میکنم هنوزم که هنوزه خیلیا هنوز خودشون رو نمیشناسن، و وقتی خودتو نشناسی در ادامه نمیتونی پارتنرتو بشناسی، دوستتو بشناسی، همکارتو بشناسی، هیچی در زندگی سر جاش دچار یک نامیزونی میشه. حالا در ادامه کتاب براتون میگم. و میگه که من خردمندم، نه از آن رو که چیزهایی میدانم، بلکه میدانم که نمیدانم. این اون منطقی است که سقراط هم اون رو دنبال میکرد. و این خیلی، من این رو خیلی تجربه کردم، و وقتی که، یعنی از زمانی که خودم رو شناختم و شروع کردم روی خودم کار کردن، خب شرایط شروع شد تغییر کردن، اتفاقای حالا مختلفی توی زندگی من افتاد و متوجه شدم که چقدر گذشته میتواند در لحظه اکنون ما اثرگذار باشه. من گاهی بین دوستان و آشنایان میشنوم، میبینم شوخی میکنن، حالا روی سوشال میدیا میبینم مسخره میکنن، جوک درست میکنن که آقا مثلا هر کی میره تراپی میکنه طرف بهش میگه تو مال دوران کودکیته، هر چی هست میگه تو مال دوران کودکیته، یا این تروماهای دوران کودکی. موقعیت ماجرا هست، این هست و ماها هممون دچار این تروماها هستیم و به شدت هم اثرگذار هست و اثرش هم خیلی زیاد و طولانی است. و خیلی جالبه که من باز وقتی که این کتاب رو هی میخونم براتون میام جلو، میبینید و اینجا دوباره صحبت میکنه از این که یک جمله کلمه‌ای داره، میگه گذشته حاضر در اکنون. یعنی گذشته‌ای که در اکنون ما هنوز حاضره. میگه حضور ناشناخته و نامعلوم گذشته در زمان حال بر تمامی کردارهای اکنون ما سایه می‌افکند و آنها را تند و ناگهانی دگرگون می‌کند. تمام ترس‌های ما، تمام اعتماد به نفس ما، تمام عقده و کینه ما، تمام حسادت‌های ما، تمام رنج‌ها و غم‌های ما، هر عادات ما، همه اینها چیزهایی هستن که در گذشته برای ما اتفاق افتادن و ما دوچارش هستیم. من اگه بخوام براتون مثالهای زیادی میتونم بیارم. خیلی وقتا دوستان، پدرها و مادرهای ما در حد آگاهی خودشون آنچه که بلد بودن بهترین خودشون رو گذاشتن. من مثلا یادمه زمانی که میخواستم یک سازی رو یاد بگیرم، ساز مورد علاقم درامز بود. وقتی که میخواستم این ساز رو یاد بگیرم، پدر من خب حمایت کرد، پول خریدن ساز رو داد، همه اتفاقا افتاد، اما همیشه میگفت اینم شد ساز که تو انتخاب کردی، باید یه وانت بگیری این ساز رو با خودت جابجا کنی. یه سازی انتخاب میکردی که بگیری زیر بغلت هر جا میری بتونی بزنی. هنوز این جمله تو ذهن منه. شاید 20 خورده سال از اون ماجرا، 30 سال از اون ماجرا گذشته و من کماکان اون سازو میزنم، اما شاید هم
حالا نمیدونم اگه بهش فکر بکنه آدم میبینه حالا واقعا هم ساز درامز یه سازی است که حمل و نقلش خیلی سخته. خب دیگه. و گاهی حرف پدر من تو ذهن من میاد که واقعا مثلا چرا من گیتار انتخاب نکردم. ولی وقتی خودتو میشناسی میگه آقا من اینو دوست دارم، این علاقه من در این سازه، من با این ساز ارضا میشم، من با این ساز کیف میکنم، احساس من با این ساز درگیر میشه. و وقتی یه نفر، هر کس، چه پدر آدم چه مادر آدم چه هر کسی، اینو بهت میگه، تو همون ورود به قضیه شما شک میکنی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصولا انسان بی‌دفاع ترین موجودی است در دنیا که احتیاج داره تا حتی 18 سالگی هم دستشو بگیرن کمکش کنن. که حالا من در ادامه توی این کتاب راجع به این موضوع هم صحبت میکنه، براتون میگم. میخوام بگم که چقدر اثرگذار میتونه باشه. شاید اگر من اون علاقه زیاد رو نداشتم اینو ول میکردم، واقعا این ساز رو ول میکردم. گفتم شاید پدرم داره درست میگه دیگه، حالا من میرم یه ساز دیگه انتخاب میکنم که بتونم بگیرم دستم هر جا با خودم ببرم. در حالی که اون کانسپت زدن ساز این نیستش که من سازی رو بگیرم دستم با خودم جای ببرم. من دارم برای عشق خودم اون ساز رو میزنم، علاقه‌مندی خودم هست. پس بنابراین گذشته بسیار زیاد در لحظه اکنون ما اثرگذار هست. و بعد میاد حالا همونطور که راجع به این صحبت میکنه در بخش دوم میاد میگه شناخت گذشته. پس حالا که انقدر این گذشته مهمه باید این گذشته رو ما بشناسیمش. در اینجا از اصطلاحی صحبت میکنه تحت عنوان نخستین زخم ها. میگه که حتی اگر، این دقیقاً همون چیزیست که من الان براتون تعریف کردم، میگه حتی اگر با ناز و مراقبت و مهر بسیار بالیده باشیم، حتی اگر والدین یا مراقبان ما وظیفه فرزندپروری خود را در عالی ترین حد مراقبت و تعهد به انجام رسانده باشند، باز به قطع یقین در عبور از سالهای نورستگی زخمی عمیق و ماندگار بر روانمان نشسته است. اجالتا آن را مجموعه ای از نخستین زخم ها می نامیم. حالا من از شما میخوام یک چند لحظه فکر کنید، ببینید نخستین زخم های شما چی بودن، کی بودن و کیا چی گفتن، یا چه کسانی در روزگار و زندگی کودکی و نوجوانی شما با عملشون باعث شدن که امروز حتی شما دارید اون آثارشو و نتایجشو میبینید. آیا اصلا بهش فکر کردین؟ آیا در این حد، به این حد از خودشناسی رسیدید که متوجه بشین شما ریشه مشکلاتتون، گذشتتون، آنچه که در مربوط به خودتونه فقط چیست؟ یه مقداری بهش فکر کنین. نخستین زخم ها چیست؟ ما در مقابل آسیب های عاطفی در کودکی تقریباً بی‌دفاعیم و برخلاف تمامی دیگر موجودات زنده ناچار هستیم که دوره کودکی بیش از حد طولانی رو در فضای محدود تاب بیاریم. بعد مثال میزنه میگه که مثلا یک کره اسب نیم ساعت بعد از تولدش از زمین بلند میشه و میسته، اما طفل انسان تا حدود 18 سالگی 25,000 ساعت از زندگی خود رو در کنار والدینش سپری میکنه. خیلی این موضوع جالبیه. یا مثلا در مورد ماهی هامور ماده صحبت میکنه که میگه سالانه 100 میلیون تخم در سواحل شنی اقیانوس اطلس رها میکنه و میره بدون اینکه یک بار خودشو برای دیدار با یکی از فرزنداش که در واقع تخم گذاری کرده بخواد برگرده و اینا رو ببینه و زحمتی به خودش بده. یا مثال نهنگ آبی رو میزنه، میگه عظیمترین جاندار کره زمین پیش از 5 سالگی به بلوغ جنسی و استقلال میرسه. اما انسان قصه دیگری دارد. ما با ترس و لرز به راه میافتیم. تقریبا 1 سال طول میکشد تاتی کنان اولین قدم های ما را برداریم و برای گفتن
یک جمله کامل 2 سال زمان لازم داریم. تقریباً 2 دهه طول میکشه تا بالغ به حساب بیایم و در همین فاصله نیز گرفتار نهادی کاملاً خاص به نام خانواده هستیم که ما را به هر شکلی که خواست در می آورد و البته گرفتار مبصران خاصتر آن یعنی والدین ما. اساس شخصیت ما به دست بزرگترهای دوروبرمان طی تابستان‌ها و زمستان‌های طولانی کودکی پایه‌ریزی می‌شود. ما کم کم عادت و الفاظ مورد علاقه آنها را می‌شناسیم. می‌بینید وقتی که بهش فکر می‌کنیم مثل یه سیلی توی صورت آدم می‌خوره دیگه. ما در بخش اول گفتم که ما در مدرسه زندگی چی یاد گرفتیم. ما مهارت زندگی و چیزی که باید برای زندگی کردن نیاز داریم رو یاد نمیگیریم که هیچ. در مقایسه با موجودات زنده دیگر هم ما چقدر ضعیفیم و چقدر وابسته ایم و چقدر چشممون در واقع به والدینمون هست. در جای دیگر ادامه میده که ما در آغاز دوران طولانی رشدمون از نظر جسمی کاملا وابسته به رحم و شفقت مراقبانمان هستیم. ما بسیار شکننده ایم. ما امروز هم شکننده ایم. ما وقتی بزرگم شدیم، ازدواجم کردیم، بچه دارم شدیم، میان سالم شدیم، ما کماکان شکننده ایم. انسان واقعا شکننده است. ادامه میده که از نظر عاطفی ما به همین اندازه آسیب پذیریم، یعنی نمیتونیم موقعیت غریب زندگی رو درک کنیم. چه کسی هستیم؟ احساساتمون از کجا میاد؟ چرا غمگین میشیم؟ چرا عصبانی میشیم؟ چطور پدر مادرمون بخشی از یک بازی بزرگترن و خود رو با اونها ما باید هماهنگ کنیم؟ ما چاره‌ای نداریم جز این که هر آنچه را آدم بزرگ تحویلمان میدهد حقیقتی مطلق قلمداد کنیم. این رو من دقیقاً در اول صحبتام گفتم ناخودآگاه، در ضمیر ناخودآگاه ما. من یه خاطره دیگه بهتون بگم دوستان. من زمانی که رشته لایف کوچینگ رو خوندم و الان هم حالا کماکان دارم توی همین زمینه فعالیت میکنم و دوباره دارم درس میخونم در زمینه منتال هلت، حتی در این زمان هم پدر من باز به من گفت حالا این چه رشته تو داری میخونی و اینا، آدم ها همه مشکل دارن میان سراغ تو خودت افسرده میشی. مسئله اینجا بود که من دیگه به یک نقطه از خودآگاهی رسیدم و حالا نه تنها خود، یعنی قسمت خود، بلکه دیگران، بلکه روابط، بلکه کار و حتی فرهنگ رو هم دیگه شناختم و میدونم که اگر که این حرف رو دارم میشنوم به هر حال یه نظری است و بنا به یک اصول و طرز فکری است، اما در نهایت من کار خودم رو میکنم. این علاقه من هست، کمک به دیگران و خیلی هم لذت میبرم. و خیلی جالبه براتون بگم که همین پدر مثلا در چند ماه بعد به من زنگ میزنه که مثلا فلانی که از دوستای منه که خیلی هم من برام مهمه، اونا پسرش یه مشکلی پیدا کرده، من گفتم که پسر من میتونه شما رو مشاوره کنه و من رو معرفی میکنه. شاید شما باور نکنید این اولین باری بود در زندگی من، شاید بعد از 45 سال، که پدر من در نهایت مجبور به تایید کار من شد و من رو معرفی کرد به عنوان کسی که حالا قبول داره که در این شغل داره فعالیت میکنه. این دقیقاً همون چیزیست که من راجع بهش صحبت میکنم، به این معنی که شما وقتی خودت رو قبول داری، وقتی به اون خود باوریه رسیدی، خودت رو شناختی، آرام آرام دیگران همین اتفاق براشون میفته. پس در بخش بعدی کتاب که حالا بعداً میریم جلو راجع به دیگران صحبت میکنه، میبینیم که ما وقت تو روابطمون با دیگران هم خیلی میتونیم راحت تر پیش بریم، خیلی میتونیم راحت تر با هم دیگه تعامل داشته باشیم، به شرطی که اول خودمون رو بشناسیم. بنابراین در ادامه کتاب میگه که حاصل این وضعیت عجیب سالهای اول عمر از دست رفتن تعادل ماست.
یعنی حاصل این همه این که پدر و مادر به ما بکن نکن بکنن و یاد بدن و ما وابستگی داشته باشیم و همه اینا حاصلش این میشه که تعادلمون رو از دست میدیم، که اینجا ازش یاد میکنه به نام ناموزونی، که من اوایل صحبتم در همین قسمت گفتم که راجع به ناموزونی صحبت میکنم. میگه که ناموزونی نشانه‌های زیادی داره. ما به غایت محجوبیم و کمرو، یا به افراط گستاخ و جسور. در واقع ما نامیزونیم دیگه. ما یا بیش از حد حسابگریم یا ولخرجیم. ما آماده به بیش از اندازه آماده به خدمت و مددکاریم، یا در پی موفقیت‌های مادی میدویم، یا خیلی سخت و پشتکار داریم یا خیلی سست و بیحالیم. ما همینطوری این نامیزونی در ما ادامه داره. میگه از فرط احتیاط آنقدر عقب میریم که از این در واقع این ور بوم میافتیم، یا بی‌پروا میریم که از آن ور بوم میافتیم. بنابراین موضوع این ناموزونی من فکر میکنم در همه زندگی ما داره دیده میشه. خیلی وقت خودمون نمیفهمیم. بعضی وقتا انقدر خوشحالیم، بعضی وقتا ناراحتیم، بعضی وقتا زود عصبانی میشیم، بعضی وقتا میتونیم خودمون رو مدیریت کنیم، بعضی وقتا از کاری که کردیم پشیمونیم، بعضی وقتا نه، بعضی وقتا از این ور بوم میافتیم و کمک میکنیم و خودمون رو در واقع همه جوره در اختیار کسی میذاریم، بعضی وقتا از اون وری میریم. یک تعادل نداریم و علت از دست رفتن این تعادل رو در این کتاب برای ما توضیح داد که دلیل اصلیش اون گذشته هست. و در ادامه یک اصطلاح جالبی میگه که ما دایره المعارف بی تعادلی های عاطفی کاملی هستیم بدون صفحه پایان. هم خیلی جالبه. یعنی واقعا این بی تعادلی های ما تمومی نداره. می توانیم بگوییم شیوه های ناموزون تفکر و بروز غرایز ما ریشه در کودکی دارد. آن چیزی که همیشه هم مسخره میکنن و جدیداً جوکم ازش درست میکنن. این شیوه خاص ناموزونی و نابالغی اساسی خبر از مشکلاتی در کودکی میدهد که از توان و ظرفیت ما فراتر بوده. طبیعتاً مثال میزنه. وقتی کودکی از والدینش آزار ببینه تقریبا بی استثناء این رنج و آزار رو به پای خطایی میگذارد که از خودش سر زده. اگر کودکی را تحقیر کنیم یا نادیده بگیریم یا به او آسیب بزنیم، کودک این رفتار رو به حساب کندذهنی و نفرت انگیزی و بی‌ارزشی خودش میذاره. اتفاقی که بارها و بارها برای همه اتفاق میفته. پدر و مادری که برمیگردن به فرزندشون میگن دیدی گفتم اگه این کارو میکردی اینجوری نمیشد، باز دوباره هر چی میشه من باید به توضیح بدم. آقا تو مگه عقل نداری؟ ای خانم تو مگه مثلا اینجوری نیستی؟ آخه دختر که این کارو نمیکنه، آخه پسر که این کارو نمیکنه. و این حرفایی که متاسفانه همینطوری این سیکل معیوبه هم ادامه داره و میاد و همه میزنن و ادامه میدن، در حالی که غافلیم از این که چقدر تک تک این کلمات، چقدر این واژه ها، چقدر این طرز بیان، چقدر این مدل صحبت ها میتواند در آینده فرزند ما اثر بذاره و چه احساساتی رو، چون ما داریم راجع به احساسات صحبت میکنیم دیگه، چه احساساتی رو در ما روشن میکنه. الگوهای ارتباطی ما میراثی قابل ارزیابی است که از کودکی با خود آورده‌ایم. حالا شما تصور کنید که زنی و مردی میخواهند در کنار هم زندگی کنند، دو یار، دو پارتنر میخوان با هم زندگی کنند. الگوهای ارتباطی که با خودشون از کودکی به ارث آوردن چیست؟ هر کدوم با خودشون چه چیزی آوردن؟ آوردهشون چیست؟ حالا اینا چجوری قراره با هم دیگه به تعادل برسن وقتی خودشون در نامتعادل ترین حالت ممکنن بدون اینکه آگاهی داشته باشن؟ و در ادامه میگه که اگر کسی رفتار اشتباهی با کودک داشته باشد، او هیچ ظرفیت درونی برای فهم علت آن ندارد. کودکان اعتماد به نفس و زیرکی
و مهارت زبانی و صبوری کافی ندارند تا خواسته های خودشان را با آرامش و قدرت لازم بیان کنند. در عوض یا در افراط و هیاهو در می آیند، اصرار و پافشاری می کنند، نق می زنند، جیغ می زنند، هوار می زنند یا از در تفریط وارد می شوند. با سکوتی سنگین قهر می کنند، دوری می گزینند. شاید باید تا میان سالی منتظر بمانیم تا بتوانیم به موقع اولین تکانه ها یا همون ریاکشن های خشم خود را مهار کنیم، تا به جای گریختن از دست کسانی که نیازهای ما را بد میفهمند سعی کنیم آنها را با دقت و آرامش بیشتری توضیح دهیم. من بازم شما را دعوت میکنم که فکر کنید به این تک تک این کلمات. میبینیم دور و اطرافمون، میبینیم بچه هایی که یا به شدت پرخاشگر هستن، خشم دارن، داد میزنن، چیزی پرت میکنن، یا داریم بچه هایی که حتی نوجوان میشن، به سن بلوغ میرسن و میرن در یک سکوت سنگین، همش تو خودشونن، معاشرتی با خانواده ندارن. ما اینو میبینیم، داریم، هست. اما اگر ریشه‌شو پیدا بکنید میبینید ریشه همون میراثی است که از کودکی با خودشون آوردن. و همونطور که گفتم و من هم تجربهشو دارم، شاید اگر کسی روی خودش کار بکنه شاید در میان سالی بتونه اون ریاکشن ها و تکانه های خشم خودش رو مهار بکنه، تازه بفهمه که چیکار باید بکنه، چگونه باید خودش رو توضیح بده برای بقیه و برای بقیه بخواد احساس خودش رو بیان بکنه. و مشکل اینجاست که ما و دیگران عموما نمیتونیم به آسونی به این ریشه های ناموزونیمون پی ببریم و از اونجا که این ریشه های ناموزونی خودمون رو حتی یادمون نمیاد، طبیعتا خیلی وقتا یادمون هم نمیاد، امکان شفقت ورزی به خود رو از دست میدیم. دیگران به جای آن که ما را بر اساس زخمهای نشسته بر جانمان قضاوت کنند، با رفتارهایی میسنجند که نتیجه آن زخم هاست. یعنی به جایی که ما رو بیاند قضاوت بکنن بر اساس زخمهایی که خوردیم، اتفاقاتی که بر ما افتاده، میان ما رو با رفتارهامون میسنجن، رفتارهایی که به خاطر اون زخم هاست. واقعا خیلی از ماها زخمه رو نمیدونیم چیه، درد رو در طرف مقابلمون متوجه نیستیم که از کجاست، ولی فقط اون رفتاری رو میبینیم که ناشی از اون درده. دقیقاً مثل این میمونه که یه نفر یک مثلا دستش زخم شده، ما نمیبینیم زخم رو، اون هی میگه آی، بعد شما بگین این عجب آدم بی تربیتیه، هی داد و بیداد و فریاد میکنه، در حالی که ما نمیبینیم اون زخم داره، درد داره، این درده رو باید درمان کنه. ما چرا هی میایم اینو با رفتارش قضاوت میکنیم؟ در بخش دیگری از کتاب صحبت از فراموشی و انکار میکنه. میگه که ما میتونیم حقایق، اجازه بدین که من از روی کتاب بخونم. میگه ما البته میتوانیم حقایقی مهم و برخی از رویدادها را به خاطر آوریم، اما وقتی پای فهم جزئیاتی به میان میآید که بر ما معلوم میکنند چطور اکنون ما ساخته و پرداخته آدمها و شرایط سالهای آغازین ماست، اغلب اظهار بی‌اطلاعی میکنیم یا اصلا قاطعانه در تاثیر واکاوی گذشته شک میکنیم. در بسیاری از موارد به نظر میرسد پای قسمی فراموشی خودخواسته در میان است. یعنی اصلا شاید خیلی وقتا هم بدونیم اشکال از کجاست، اما میزنیم زیرش، بگیم یادمون نیست، یا اصلا نمیدونم، من چه میدونم خانواده‌ام چیکار کرده، پدرم چی گفته، خالم چی گفته. درک چرایی اجبار به فراموشی زخمای اولیه دشوار نیست. این تصور که اتفاقات قدیمی میتونن بر بخش عمده احساسات و کردارهای ما در اینجا و اکنون اثر بگذارند تحقیرآمیزه و نپذیرفتنی. جبرگرایی کور و کلیشه‌ای روانشناختی
امیدهای ما به یک زندگی اختیاری محترمانه بالغانه را به باد می‌دهد. تصور این که شخصیت ما با اتفاقی شکل می‌گیرد و ثابت می‌ماند که قبل از 5مین سال تولدمان رخ داده، ویرانگر و از برخی دیدگاه‌ها کاملا ابلهانه است. چیزی که من راجبش گفتم دیگه. الان خیلی جوک درست میکنن، جوک میسازن، هر کی هر چی میگه، میگن روانشناسا، تراپیستا میگن مال دوران بچگیته، ریشتش از اونجاست. بر همین تصور این موضوع که آقا هر اتفاقی که امروز داره برای ما میفته در واقع همش برمیگرده به قبل از 5 سالگی ما و این تصورش حتی ویرانگره و از دیدگاه خیلی از آدم‌ها امروز ابلهانه است و این خطرناکه. من خودم شخصا به شدت وقتی که با مراجعینم صحبت میکنم میبینم که آدم ها گارد میگیرن، مخالفن و بعد میگن حالا اصلا اونو ولش کن، اون که گذشته، الان چیکار کنیم؟ در حالی که من اگر امروز بتونم خودم رو اصلاح کنم، درست کنم، یک گوشه ای از خودم رو، از اون خود اساسیم رو درست بکنم، قطعا رابطه من با فرزندم، رابطه من با همسرم، با پارتنرم، با دوستم، با همکارم هم تغییر خواهد کرد. این رو شک نکنید. و در قسمت‌های بعدی میاد راجع به خودفریبی صحبت میکنه. من دلم میخواد که شما در این هفته به خودفریبی فکر بکنید و ببینید که برای من بنویسید در واقع که خودفریبی یعنی چی. میگه که ما فقط پنهانکار نیستیم، ما یک دروغگوی نابغه ایم. فکر میکنید ما در روابطمون با خودمون چگونه خودمون رو فریب میدیم؟ دوست دارم که نظرات شما رو بدونم و در اپیزود بعدی ادامه خواهم داد راجع به خودفریبی. با خودفریبی شروع خواهم کرد و توضیح میدیم که منظور از خودفریبی چیست. اما قبل از اون من خیلی دلم میخواد که شما برای من نظراتتون رو بنویسین و بنویسید در موقعی که ما الان دیگه میدونیم که چقدر خودمون رو بشناسیم، گذشتمون رو بدونیم چیه، چه تجاربی داشتیم، چه اتفاقی برای ما پیش اومده، حالا کجاها ما داریم خودمون رو فریب میدیم. تعریفی از خودفریبی رو برای من بنویسین، اگر تونستین، دوست داشتین حتی مثال بزنین. ولی خیلی جالبه، من در جلسه آینده در اپیزود بعدی وقتی براتون بخونم میبینید که چه چیزهایی جزو خودفریبی است که اصلا ما حتی توجه هم بهش نمی‌کنیم در زندگی روزمره‌مون. خب این قسمت از پادکست بی‌نقاب، قسمت دوم هم به پایان میرسه. منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما هستم که قطعاً در راستای پخته شدن و بهتر شدن این پادکست به من کمک خواهد کرد. شادزی مهر افسون. عمر گذشته روزای رفته خریداریم، قلبای پاره دل شکسته خریداریم، همه درهای بسته رو، امید رفته رو خریداریم.